اوست که از کوه هوکش به دریای فراخکرد ریزد. باز این دریای فراخکرد هم یه دریای اسطوره‌ای است که برخی از دانشمندان سعی کردن که با دریاهای واقعی که توی جغرافیای ایران هست انطباق بدن، برخی با دریای مازندران انطباق دادن و برخی این اواخر گفتن که نخیر دریای مازندران به دلیل‌های زیادی نمیتونه باشه این دریای فراخکرد یعنی دارای فراخ کرده، فراخ ساخته یا به اصطلاح فراخ بریده، این خیلی گسترده و فراخ به اصطلاح. به هر حال به دریای فراخکرد ریزد. از کجا؟ از کوه هوکر به دریای فراخکرد. بدان هنگام که اردویسر انهیتا آن دارنده 1000 دریاچه و 1000 رود، 1000 البته در این کاربردها معمولا معنای عدد 1000 نمیده، بلکه اصطلاحاً در اصطلاح ادبی فارسی میگن عددی کثیر، یعنی عددی که بسیار رو برسه، خیلی بی انتها و بی انتها. اوست که آن دارنده 1000 دریاچه و 1000 رود. حالا ببینیم درازی این رودها رو چجوری مجسم میکنه. 1000 رود، هر یک به درازای 40 روز راه مردی چابک سوار. یه مردی چابک سوار که 40 روز به تازه درازی این رودها هر کدامش به اندازه تاخت و تازه 40 روزه مرد چابک سوار هست. به سوی دریای فراخکرد با چنین شتابی، با چنین حرکتی به سوی دریای فراخکرد روان شود. سراسر کرانه های آن دریا به جوش در افتد و میانه آن براید. دریا زیر و زبر و منقلب میشه. از این آبی که از آن من است، حالا اینا هنوز یعنی اهورامزدا داره میگه، از این آبی که از آن من است به هر یک از 7 کشور رودی روان شد. در قدیم میگفتن جهان 7 اقلیم یا 7 کشور، این جغرافیای اسطوره‌ای باستانی بوده به اصطلاح. به هر 7 کشور رود یا هر یک از 7 کشور رودی روان شود، رودی از آبی که از آن من است و در زمستان و تابستان یکسان روان است. او برای من آب را و تخمه مردان را و زهدان و شیر زنان را پاک کنم. تکرار همون من اهورامزدا او را به نیروی خویش هستی بخشیدم تا خانه و روستا و شهر و کشور را بپرورم و پشتیبان و پناهبخش و نگاهبان. در واقع یک دورنمای بسیار زیبایی از نگاه ایرانیان به محیط زیست، چشماندازی از اون نگاه اونا، همچنان که خود سرودهای زرتشت هم اون حفظ محیط زیست و پرهیز از کشتن جانوران و فلان، اینا همه حکایت از نگاهی میکنه که اونا داشتن به محیط زیست، حفظ آبها، حفظ گیاهان، درختان و حفظ جانوران و شهر و کشور را بپرورن و پشتیبان و پناهبخش و نگاهبان باشند. ای زرتشت اردویسر انهیتا از سوی آفریدگار مزدا برمیخیزد، بازوان زیبا و سفیدش که به زیورهای با شکوه دیدنی آراسته است به ستبره کتف اصلی است. حالا این در واقع نگاه زیبایی شناسی به اصطلاح زیبایی شناختی ایرانی ها هم به نوعی نشون میده. با اینکه این یک زن توصیف میشه ولی بازوان زیبا و سفیدش به با زیورهای با شکوه دیدنی آراسته است، اما به ستبری کتف اسب است. خیلی درشت و زمان و اینکه خب می‌خواستن یه خدا بستورن، یه چیز فوق‌العاده بود. آن نازنین، در این حال نازنین هم هست، آن نازنین بسیار نیرومند روان میشود در نهاد خویش چنین میاندیشد، در ذات خودش نهاد خودش چنین میاندیشد کدامی کس مرا نیایش کند، کیست که مرا زور آمیخته با هم. ببین دوباره هم رو که مطرود و منفور زرتشت بود اینجا آوردن. زور پیشکش های آبکی بوده که به آتش کرده و نیایشگاه می بردن، مایه پیش شربت و شراب و اینها و همون شراب هام. کیست که مرا زور آمیخته با هم، آمیخته به شیر و آیین ساخته، یعنی با آداب و آیین تشریفات ساخته و پالوده پاکیزه نیاز کنم. چون این پیمان شناس نیک دلی را
خوشی پسندم. اینا رو خود اناهیتا میگه و خواستارم که او خرم و شادمان ماند. این خب به هر حال اعتقادهای ایناست و میبینیم که به نوعی همین پرستش ها و همین نیایش ها با تفاوت اصطلاح ها و لغت ها و اسم ها و شخصیت ها، اینا به پرستش ها و به نیایش های بعد از اسلامی ایران هم منتقل میشه. همین تمام این آشهای نظری که الان مردم مسلمان ما میپزند، این آشها در واقع بقایای اون خوراک هایی است که به نیایشگاه و آتشکده میبردن و در اونجا به عنوان پیشکش به اون خدای به خصوص و اون خدایی که جشنش برگزار میشد، ایزدی که جشنش برگزار میشد، به عنوان نمونه همین امروز آناهیتا، اینا تقدیم میکردن. پس بنابراین وقت خودش هم طلبکار این چیزها هست. کیه که این کار رو بکنه؟ یعنی میخواد در واقع تأکید و سفارشی است که خود اون ایزدی که شما او رو ستایش میکنید و در واقع نیایش میکنید و میپرستید، خود او خواهان اینه که این پیشکشی ها و این هدیه ها و این نظر و نیاز ها براش انجام بگیره و بعد هم وقت دعای خیر در حقش میکنه. این در واقع همون آمرزشی که بعدها ما میگیم که نظرش برآورده شد. همه اینا ازش ساخته شده، یعنی نمازخانه که نیایشگاه و نمازگزار کسی که نیایش میکنه و امثال اینا. بنابراین با نماز نیش گذارده و با ظهر می ستایم. این شخص میگه بشود که تو از پی دادخواهی ما را به فریاد رسی. همون دعاهایی که الان هم عربی میگیم که القیاس القیاس یا قیاس المستغیثین، عربیش میگیم به اصطلاح. بشود درست یا قیاس المستغیثین عیناً همین ترجمه میتونه ترجمه همین عبارت عروسایی باشه. بشود که تو از پی دادخواهی ما را به فریاد رسی. این چنین تو بهتر ستوده خواهی شد. با هام آمیخته به شیر، داخل همون نوشابه هام شیر هم مخلوط میکردن. با برسم یه شاخه ترکه های درخت انار بوده که اینا رو به عنوان اینکه نماد طبیعت و رشد گیاهان و فلان بوده و ستایش در واقع آفریده های خداوند، آفریده های اهورامزدا، اینا رو تعدادش رو میبریدن، صاف میکردن این شاخه‌های برسم رو و در موقعی که نیایش میکردن برسم در دست با تو بهتر ستوده خواهی شد. با هام آمیخته به شیر، با برسم، با زبان خرد و منصره که در فارسی ما ازش ریشه، از این ریشه منتر رو داریم به اصطلاح، ما میگیم فلانی رو منترش کردن. منصره یعنی کلام ایزدی، سخن ایزدی. بعدها معنی منفی پیدا کرده، میگیم فلان کس رو منترش کردن و چون با سخن ایزدی در واقع تحت تاثیر قرار میدادن کسی رو، در واقع مجذور اون سخن میشده و یه رشته از پزشکی داشتن به نام منصره درمانی. سخنان ایزدی رو میخواندن اون کسی که منصره درمانی میکرده و یعنی اون سخنان باعث آرامش بخشی و نوعی درمان ناراحتی‌های روانی میشد. به این جهت گفتن منصره درمانی. پس منصره یعنی کلام ایزدی، سخن ایزدی. من ترجمه و میگیم عوض شده معنیش، چون مثلا فرضشون برای این بوده که این شخص تحت تاثیر قرار میگیره و در منتر کردن هم در واقع شخص رو ما فریب میدیم دیگه، تحت تاثیر قرار میدیم، میگیم منترش کردن. بنابراین یواش یواش اون منصره که معنی مثبت داشته معنی منفی پیدا کرده و الان میگه خب تو هم ما رو منتر کردی. مثلا دکتر این منترات که تو انگلیسی دارن به معنی ذکر به احتمال قوی همون بله. اینا همه ریشه های در واقع سانسکریت که ودا باشه، کتاب های مقدس هندوان، وداها، مجموعه کتاب هایی دارن به نام وداهای هندوان که پیش از زرتشت بوده.